اینجا کاناپ است. لطفاً کانال های گروه کاناپ رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و تیک زنگوله کنار اون رو هم بزنید. سلام، من فاطمه هستم و این پاورقی قسمت 129 سریال فریده. بچه‌ها با قایق به اسکله دنبال صفوت می‌روند. صفوت همراه اسکوترش آمده و فرید از عابدین می‌خواهد به او کمک کند که کیف و اسکوترش را توی قایق ببرد. عابدین با اکراه وسیله‌ها را می‌گیرد و می‌نشیند. صفوت داخل می‌نشیند و با خوشحالی می‌گوید اولین بار است که با یک جمع دوستانه این وقت روز بیرون می‌رود. فرید مدام صفوت را با جناق صدا می‌زند. عابدین با حرص به آنها نگاه می‌کند و عصبی و کلافه است. سونا هم ناراحت و مهذب است و سکوت کرده. صفوت در مورد املاکش صحبت می‌کند و می‌گوید در حال ساختن یک آپارتمان و مرکز تجاری است و پدرش گفته یک عمارت بزرگ لبه ساحل که خالی است را به او می‌دهد تا بعد از ازدواج با سونا آنجا زندگی کنند. سپس از دور عمارت را نشان می‌دهد. سیران از اینکه سونا به عمارت نگاه نمی‌کند متعجب می‌شود. کاظم خان در شرکت با حمدی، کسی که کارهای سرمایه گذاری زمینش را انجام می‌دهد، جلسه دارد و برگه‌هایی را امضا می‌کند. سپس با سونا تماس می‌گیرد تا از دیدارش با صفوت خبر بگیرد. کمی بعد صفوت می‌گوید دیرش شده و باید به جلسه‌اش برسد. آنها به سمت اسکله می‌روند. فرید و سیران از رفتار سرد سونا تعجب کردند و می‌پرسند چه مشکلی دارد، اما سونا چیزی نمی‌گوید. گلگون به سمت شرکت می رود تا به دیدن اورهان برود و اورهان را می بیند که در حال رفتن از شرکت است. گلگون کنجکاو می شود و از راننده می خواهد ماشین اورهان را تعقیب کند. فرید و عابدین و سونا و سیران سوار ماشین می شوند. سیران می گوید همراه سونا به خانه پیش اسمه می رود. فرید اصرار دارد که سیران چیزی به اسمه نگوید، اما سیران قانع نمی شود. فرید کلافه می شود و می گوید هر کاری می خواهد بکند. اسمه در خانه مشغول خواندن قرآن است. کمی بعد سیران و سونا میرسند. اسمه از اینکه سیران هم آمده تعجب میکند. آنها همگی مینشینند و سونا به سیران میگوید حالا که میخواهد همه چیز را تعریف کند بهتر از خدیجه هم بشنود. اسمه و خدیجه متعجب و نگران میشوند. سیران همه چیز را از ابتدای ازدواج با فرید تعریف میکند. آنها به شدت شوکه میشوند. اورهان به خانه دفنه میرسد و داخل میرود و دفنه میگوید تصمیم دارد کارش در آرمان را رها کند و برای همیشه در ترکیه بماند. اورهان تعجب میکند. دفنه میخواهد صورت اورهان را نوازش کند، اما اورهان خودش را عقب میکشد. دفنه از اورهان میخواهد حسی که بینشان هست را انکار نکند. اورهان میگوید زن و زندگیش را دوست دارد و درست است که چند بار با دفنه درد دل کرده، اما دلیل نمیشود بخواهند رابطه‌ای داشته باشند. سپس خداحافظی میکند و به سمت در میرود. دفنه دم در میآید و به اورهان میگوید ازدواج او با گلگون اشتباه بود و آنها با هم خوشبخت میشدند. اورهان میگوید گلگون بهترین اتفاق زندگی او بوده و کسی است که غمهایش را با او شریک شده و از دفنه میخواهد دیگر در مورد زنش اینطور صحبت نکند. وقتی اورهان در را باز میکند تا برود، گلگون را پشت در میبیند و جا میخورد. گلگون میگوید چیزهایی که باید را شنیده و از اورهان میخواهد در ماشین منتظرش باشد. گلگون داخل می رود و با طعنه می گوید بعد از این همه سال دفنه هنوز ازدواج آنها را هضم نکرد و برایش عقده شده. دفنه با حرص می گوید بالاخره یک روز اورهان او را ترک خواهد کرد. گلگون به دفنه هشدار می دهد که از خانواده او فاصله بگیرد. در خانه وقتی صحبت‌های سیران تمام می شود، اسمه با گریه او را بغل می کند و از اینکه آنها باعث شدن سیران چنین چیزهایی را تحمل کند از او عذرخواهی می کند. خدیجه با ناراحتی می گوید با دست خودشان دخترشان را بدبخت کردند. سیران می گوید حالا او و فرید با هم خوبند و همدیگر را دوست دارند، اما مادر پلین برایشان دردسر درست می کند و میخواست با اسمه صحبت کند. اسمه می گوید بهتر از خودش سراغ آن زن برود و ببیند که چه کار دارد. ممنون از اینکه با من همراه بودید. خدا نگهدار. لایک کردن این ویدیو به معنی تعریف از ما نیست. به یوتیوب کمک میکنه تا این ویدیو رو به کسانی که دنبالشن پیشنهاد کنه. کانال های گروه کاناپ رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و تیک زنگوله کنار اون رو هم بزنید.